بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین واليتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. از تو میپرسند چی چیز را خیرات بدهند؟ بگو هر چیزی را که برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه میکنید و هر خیر را که انجام میدهید حقا که خداوند به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد بر شما فرض شده است در حالی که با شما ناگوار است و ای بسا که چیزی را ناگوار پندارید که به خیر شما باشد و ای بسا که چیزی را دوست داشته باشید و به شر شما باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید.